فيما يتعلق حول تسعيرة محصول القمح. درباره بوهای گنم دراسته ده سوریه دروشک آبوری زحمت را درباز دبه. درباره دانینا بوهای جگنم را ده 14 ماه 14 ده ما بوهای جگنم را به نرخ 225 لیره سوری دست نشان کردم. لی 2 ماه 50 ده جبر داکتنا بوهای لیره سوری لهمبری دلار امریکی امنا چار بوم گوی بوهای جارک دن راست بکر. و دوی دمه ده بوهای گنم 315 لیره سوری ما دست نشان کرد. ام وقت دسته جیکار در ببرتیا خسر ده مگوجمکی پرنج کرینا گنم را به دلار امریکی دست نشان کریه اجبرکو شامل کنترولا بازار دکه هر وها حیاسا سیزرجی باندورا کمزن لسر نابچه کریه اگر نها ام بوهای گنم دست نشان بکن ده نج برجوندیا جوتیالان ربه اجبرکو ده دما بازار و جانده اگر هیه جارک دن لیره سوری لهمبری دلار امریکی دا کبه اجبر و یکی ما دست نشان کرنا بوهای گنم یه نو پاشخص دا کود برجوندیا جوتیالان دبه.